دادگاه نویه سنگوار یا طویلدره آشا ساکن 67 ساله دهه طویلدره جماعت طویلدره و پدر 9 فرزند را با جرم ویران کردن قانون تنظیم و رسم آیین به مبلغ 51,000 سومونی جریمه بسته است. سبب به چنین مبلغ هنگفت جریمه شدن ساکن سالخورده طویلدره این است که او از روی کسب مهندس ساختمانی و صاحبکار بوده است. جزای صاحبکاران برای ویران کردن قانون تنظیم حتی از منصبداران هم سخت‌تر است. دادگاه نویه سنگوار در سامانش خبر داد که بررسی این پرونده مأموری در مجلس آشکار سیار دادگاهی در تالار مجلسگاه جماعت طویلدره تحت ریاست رئیس دادگاه نویه سنگوار سلیم زاده برگزار شد. بر اساس اصلاح دادگاه سنگوار حقوق ویران کننده سانه 23 ینور سال 2023 تقریبا ساعت 18:00 دقیقه برخلاف طلبات ماده 12 قسم 2 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان که مطابق آن تشکیل معرکه‌های حج طلبان، حج زیارت و حج عاشی قطعاً منع است. عمل نموده در منزل استقامتی خود در دهه طویلدره معرکه حج زیارت را با آراستن دستارخوان در 3 حجره استقامتی و با دادن طعام گذرانیده است. خود آشا در رفت مرافعه خود را در ویران کردن قانون تنظیم پورا گناهکار شمرده بیانات داده است که سانه 5 ینور سال 2023 برای زیارت خانه خدا به عربستان سعودی سفر کرده است. بعد زیارت سانه 21 ینور سال 2023 به تاجیکستان برگشته روز 23 ینور به نویه سنگوار آمده است. بگویی همان روز خویش و تبار و هم یگانش تخمینا 25 یا 30 نفر به منزل استقامتی او با مقصد حج زیارت آمدند. از روی نافهمی او این شخصان را در 3 حجره استقامتی با آراستن دستارخوان ضیافت داده است. از این رو خودش را در صادر نمودن حقوق ویرانکنی مأموری گناهکار شمرده افسوس می‌خورد و از سود خواسته است تا نسبتش جزای سبکتر تعیین کند. دادگاه گفت گناه حقوق ویران کننده با ماده 481 قسم 2 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان در ویران کردن طلبات قانون تنظیم از جانب صاحبکار انفرادی گناهکار شمرده است و جزا در نمود جریمه به اندازه 750 نشان دهنده برای صبح‌ها برابر به 51,000 سومونی به فایده دولت تعیین کرده است.